الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حمد به حد حضرت معبود را که از عدم آورد هر موجود را. حمد به حد آن خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. با حمد خدا و درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و با عرض سلام و پیام حضور شما محترم مستمعین و مشاهدین الکرام. حالا در حضور شما بنده عبدالعزیز نظر و اعضای شورای علمای جمهوری و همزمان سرخطیب شهر راغان قرار داریم. موضوع امروزه ما موضوع ماه شریف رمضان و فضیلت‌های آن است. این ماه بزرگ را که کنون ما در عرفه‌اش قرار داریم برای هر یکی شما مبارکبادی میگوییم و برنامه مستقیم آنلاینی از شبکه یوتیوبی شورای علمای جمهوری می باشد و رقم‌های ما در قسم پایانی نوار برای شما نشان داده می شود و شما می توانید اگر سوالاتی که در این موضوع داشته باشید و ما مراجعت بنماییم در باب طاعت عبادت تا در یک جایگی این مشکلات را حل بنماییم. و باید همین را قید نمود که در قبول طاعت و عبادت حضور روح و تن و حضور قلبی انسان یکی از شرطهای آن می باشد و برای حضور قلبی و حضور تن آرامشی صلح و صلاح و تنجی آرامی جامعه لازم است. و خاطر صلح و صلاح تنجی و آرامی ترقی و پیشرفت تاجیکستان عزیز و خاطر انجام دادن یکی از رکنهای اسلامی فرضهای ایمانی به خاطر با دسترخوان پر از ناز نعمت نشستن فرزندان در اطراف پدر و مادران و با شکرگزاری از نعمت‌های بیشمار خداوند این لحظه برنامه خود را چه حسن آغاز می‌بخشید. و باید همین را قید کرد که دیروز مجلس شورای علما گذشت و در مجلس شورای علما روزی فرارسی ماه شریف رمضان را معین کردند که آن را با 1 مارس سال 2024 مقرر کردند و همزمان در این روز شورای علما زکات را برای سال 2025 تعیین کردند که آن به 36,000 سامانی میرسد که 900 سامانی باید زکات داده شود. همچنین صدقه فطر را به 8 سامانی و فدیه را باشد به 16 سامانی و برای یک ماه به 480 سامانی معین و تعیین کردند. در برابر این یک تقویم را برای من نشان میدهم. تمام روزداران این شورای علما پیشکش نمود که این تقویم باشد با یک حدیث پیامبر علیه السلام زینت بخش آن شده است که در آن آمده است. سلمان رضی الله عنه روایت میکند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در آخرین روز ماه شعبان خطبه یعنی سخنرانی کرد که در آن فرمود: ای مردم، این یک ماه بزرگ و مبارک بر سر شما سایه افکنده است. ماهی که یک شبش بهتر از 1000 ماه است. ماهی که خداوند روزش را فرض گردانید و قیام شبش را تطوع. ماهی که اگر انسان در این ماه خصلت نیکی را انجام بدهد برابر فرایض را در ماه دیگر انجام دادن است و اگر شخص فرایض را در این ماه انجام بدهد برابر 70 فرض در ماه‌های دیگر انجام دادن است. این وعده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای روزداران است. اما وعده خداوندی برای روزداران از این هم بزرگتر است که خداوند در سوره قدر می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیلة القدر خیر من الف شهر، که شب لیلة القدر بهتر است از 1000 ماه. حتی برابر نگفت بلکه گفت
بهتر است از 1000 ماه. اگر این آیت یک مژده، یک خوشخبر برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و امتانش بودند. وقتی که صحابگان از پیامبر علیه السلام سوال کردند که امتان پیشین 700-800 سال زیاده عمر میدیدند و خدا را پرستش و طاعت و عبادت میکردند، مایان که عمر ما از 70-80 سال بیش نیست، پس ما در طاعت و عبادت با آنها برابر شده میتوانیم؟ پیامبر علیه السلام وقتی که این آیت آمد، این مژده بود که برابر حتی 1000 سال بهتر بود. اگر 10 شب قدر را، اگر یک شب قدر اگر 1000 ماه برابر به 83 سال، و اگر 10 شب قدر را اگر انسان زنده بدارد، پس این برابری 830 سال می شود. اگر خودی بنده توفیق یافته می تمام شبهای شب قدر را زنده داشته می، پس این چونین پیامبر علیه السلام میفرمایند که من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. این حدیث را ابو هریره از رسول خدا روایت کردند که کسی که روزه ماه شریف رمضان را به خاطر اگر طاعت و عبادت، به خاطر دریافت اگر رازگی پروردگار اگر این را زنده بدارد، خداوند تمام گناه های گذشته او را عفو می نماید. و در حدیثان نیز آمده است، در روایت ها، که این فی الجنة بابا یقال له ریان لا یدخله الا الصائمون فی شهر رمضان. و همچنان در جنت یک باب است، یک در است، یک موضوع است که میگه در آن داخل نمی شود مگر روزداران ماه شریف رمضان. زیرا اینکه این ماه شریف رمضان این یک از رکنهای پنجگانه اسلامی است. و ابن عمر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بني الاسلام على الخمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و حج البیت و صوم رمضان. یعنی بنای اسلامی از 5 قسمت عبارت است که اولا کلمه شهادت گفتن، شهادت دادن بر یک و یگانگی خداوند و بر رسالت پیامبر علیه السلام، و دیوم 5 وقت نماز را برپای داشتن، زکات مال را دادن، حج خانه خدا را زیارت کردن و ماه شریف رمضان را روزه داشتن. و همچنین حضرت ابو هریره و عن ابو هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اول شهر رمضان رحمت و وسطه مغفرت و آخرها عتق من النیران. باز ابو هریره رضی الله عنه از رسول خدا روایت میکنند که اول شهر رمضان رحمت است و میانش مغفرت است و آخرش خلاصی از آتش دوزخ است. وقتی که خداوند انسان را در زیر سایه رحمتش میگیرد، البته او را مغفرت میکند و بعدتر او را داخل جنت میکند. اینک ما در این لحظه به این ماه بزرگ روبرو هستیم. نشکر الله علی انه ادار علینا شهرا و هو سید الشهور و هو شهر رمضان. با امروز شکرانه خداوند را میکنیم که بالای ما ماه سایه افکنده است که او سید ماه است و هو شهر رمضان که ماه شریف رمضان است. شهر الرحمت و المغفرت و تلاوت القرآن، ماه رحمت و مغفرت و تلاوت قرآن است. شهر الصدقات و خیرات و صبر عن اللذات، ماه صدقات و خیرات و صبر کردن از همه لذت هاست. و شهر توبت من العصیان، و ماه توبه کردن از عصیان است. تفتح فیه الابواب الرحمه، کشاده می شود در این ماه درهای رحمت پروردگار، و تغلق ابواب النار، و بسته می شود درهای دوزخ، و تغل الشیاطین و شیطان در قیل و زنجیر است. پس وقتی که این خبر، این ماهی که درهای رحمت کشاده، درهای جنت کشاده، درهای دوزخ بسته
و درهای شیطان در خیل و شیاطین است، باور کنید این همه رحمت های خداوند است. اگرچه شب معراج، شب برات، شب لیلت القدر، اینها همه اگر یا با مثل نماز 5 وقته، نماز جمعه، حج، اگر عبادت و اگر یکی از ارکان ها و رکن های اسلام می هم باشند، در برابر اینها یک سبب بهانه رحمت از جانب خداوند برای رحمت بندگانش است. وقتی که نوح علیه السلام را امتانش از او رو گرداندند و پروردگار امتان سرکش او را که غرق کنانید، حضرت از جمله در بین غرق شدگان زن و فرزند و پسر او نیز بودند، حضرت نوح بسیار غم انگیز شدند. و از پروردگار که از دین پیامبر آن حضرت نوح علیه السلام آگاه بود، بس حضرت نوح را فرمان داد، گفت کوزه بساز با دستان خود. حضرت نوح علیه السلام با قول هزار با قول 900 کوزه های زیاد ساخت. بعد از آن پروردگار او را امر کرد که این کوزه ها را بشکن. حضرت نوح علیه السلام این کوزه ها را که امر الهی بود یک بشکست. بعد از آن پروردگار به حضرت نوح نظر کرد و گفت ای نوح، آن چیزی که به دست خود راست کردی و شکستی خجل زده شدی؟ گفت آره. گفت پس من پروردگارم هرگز راضی نیستم آن انسان را که به یاد قدرت خود ساختم، من او را باز در آتش هیچ وقت راضی نیستم که او را در آتش دوزخ باز بسوزانم. پس در این ماه خداوند بندگانش را به سوی رحمت خود میخواند و میگوید که ای بنده بیا، چی مقصد داری، چی مراد داری، چی در دل نیت داری، تا به درگاه من مراجعه بکن که این لحظه، این ساعت، این ماه درهای رحمت من گشاده است. به قولی که چرا ای بنده عاصی بدین درگاه نمی آیی؟ چرا وقتی پریشانی مدد از من نمی خواهی؟ منم غفار، منم ستار، منم جبار تقدیر ساز. چرا بر مشکلی هر کار به سوی من نمی آیی؟ آن بنده که سالها در بند عصیانها بود، امروز از جانب خداوند توفیق یافت و بس روزه گرفتن، تراویح خواندن مشغول گشت و پیش پروردگار عذرخواهی میکند. عذرها از در آمدنها، عذرها از در بازگشتنها، عذرها از در برابر نامهربانی. این قدر مهربانی های خداوند میکند. پروردگار ما او بخشنده و مهربان است. او هر آینه ان الله استعوذ بالله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار مغفرت کننده کل گناهان است. زیرا اون که در قرآن میدانیم که 114 سوره است و همین 114 سوره قرآنی و بسم الله الرحمن از سوره توبه و بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میگردد. یعنی ای بنده، من برای تو بسیار بخشنده و مهربانم. پس این ماه مبارک را باید استفاده بریم و از همه آن جرم عصیان ها دست بکشیم. وقتی که بنده با این همه جرم عصیان ها به درگاه پروردگار می آورد، و قول شیخ عطار که میگوید که خب در آن قسمت 4 کتاب بسیاری از ماها میدانیم که پادشاه ها آمده است که پادشاه ها جرم ما را درگذار، ما گنهگاریم تو آمرزگار، تو نکوکاری و ما بد کرده ایم، جرمی بی اندازه بی حد کرده ایم، سالها در بند عصیان بوده ایم، آخر از کرده پشیمان بوده ایم، بی گناه نگذشت بر ما ساعت، با حضوری دل نکرده طاعت، بردر آمد بنده بگریخته، آب روی خود ز عصیان ریخته، مغفرت دارد امید از لطف تو، زان که خود فرموده لا تقنطوا. فقط خود فرموده ای پروردگار که از رحمت من
امیدتان را قطع نکنید. ما امید بر رحمت تو داریم، زان که خود فرموده لا تقنطوا، یگانه ناامید از رحمت تو این شیطان است. ما بندگان بر رحمت تو و مغفرت تو امید داریم، خصوصا در این ماه بزرگ، در این ماه شریف رمضان. اکنون بیاید سر خود موضوع رمضان، این یک فضیلت ها، یک آن امتیازهایی که برای شخص روزدار بود. پس بیاید سر آن صحبت کنیم که رمضان چیست. رمضان از کلمه عربی بوده و معنای تابش آفتاب و تفسیدن در ریگ بیابان را داره. اما کلمه روزه در لغت این امساک مطلق، یعنی یک لحظه به نیت چیزی نخوردن و چیزی ننوشیدن، این باشد روزه هست در لغت. اما در شریعت هو ترک الاكل والشرب والوطء من الصبح الى الغروب مع النیت. و در اصطلاح شریعت روزه این ترک خوردن، ترک نوشیدن، ترک همخوابه گشتن با همراهی نیت از صبح و تا شام است. پس نوعای روزه را برای شما بیان کنیم که روزهای فرضی می شوند، واجبی می شوند، نفلی می شوند. روزه است که مکروه است و روزه گرفتن آن حرام است. روزه هست که با عذر شرعی آن خورده می شود و روزه هست که با سببهای معین و روزه هست که ایام معین. پس بیایید اولا به روزه فرضی. روزه فرضی این روزه ماه شریف رمضان و کفارت و قضای آن. و روزه واجبه باشد این فرض، این هست از واجب و نظر مطلق و نظر معین و کفارت قسم ها و زیها. و روزه مکروه باشد این روزه هست که در روز عرفه برای حاجی نه غیر حاجی. و دیم روزه شب نیز مکروه است. روزه وصال، روزه وصال آن روزه هست که انسان شب با روز پیوسته روزه میگیرد. و روزه دهر، روزه که انسان دائما روزه دار است، اینم مکروه است، پسندیده نیست. و روزه هست که فقط روزهای جمعه و یا شنبه به تنهایی است، اگر مادامی که پیوسته به دیگر روزها نباشد. اما روزه هست که در آن خوردن شرط است. این چه است؟ این عذر شرعی است که زنان عذر زنانه، یعنی چه حیض میبینند و نفاس که در زبان خلقی ما معمول است به نام بعد تولد چیل میگن، چیله میگن، که در اصطلاح شرعی آن را نفاس میگن، که خوردن در این وقت روزه گرفتن درست نیست. و دیگر هست عذر شرعی. عذر شرعی دیگر سبب است که با مانند سفر، بیمار بودن، خب اجازت است روزه خوردن. خب با مانند یک زنی که حامله دار است، خب از طفلی در بطنش میبرد، یا شیر دهنده است، یا طفلی شیرخوار دارد، خب از طفلش میبرد. اینها روزه های هستند که سبب های هستند که باید انسان اجازت عذر است، اجازت خوردن داده است. و در برابر این روزه هست که روزه گرفتن در آن حرام بالکل منع است، که این روزه های منهیه، روز عید رمضان، روز عید قربان و 3 روز بعد از عید قربان، که این روزها را روزه گرفتن بالکل منع است. اکنون سر آن میگذاریم که روزه کی و با کدام آیت فرض شد. روزه با آمدن آیت 183 از سوره بقره که آن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آوردید، فرض گردانیده شد برای شما ماه شریف رمضان همچنان فرض گردانیده شده بود برای امتان پیشین. این شاید که پرهیزگار شوید. سر این آیت پایینتر باز میستیم. اما فرض شدن روزه پیش از تحویل قبله تخمینا 17-18 ماه بعد هجرت، یعنی مطابق به سال 2 هجری، خب که
دیوم شعبان بر روز دوشنبه 624 میلادی راست میاد و اولین روزه که ما مسلمانان گرفتیم این 26 فوریه سال 624 میلادی میآید و باید قید کرد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم 9 سال روزه داشتند و از همین 9 سال 5 سالش 29 روزی بود و اکثر روایت ها و 4 سال اون باشد 3 روزی بود. اکنون یک سوال می افتد که پس چرا مردم ما همیشه 30 روز روزه می گرفتند؟ برای آن بود که در زمانهای پیش حسابهای عمیق که مانند امروزه که پیش رفته و حتی لحظه و ساعت را معین میکنند یکم این نبود. دیگه آن انتشاراتی که امروز در یک لحظه به تمام جهان پهن میگردد نیز این هم نبود و دیگه آنها موافق آن حدیث پیامبر علیه السلام تا ماهی من نو را نبینید نگیرید و تا ماهی نو را نبینید نخورید یعنی ماهی نو را ببین بگیر و ماهی نو را ببین بخور. با آن عقیده فقها که بعد صوم 30 حلال است فطر یعنی بعد 30 روز حلال است فطر کردن که حساب عدق نداشتن که این ماه این سال این ماه 29 آمده است و یا 30 برای از این شبهات دور شدن برای همین 30 روزی پره می داشتن. اما امروز که حسابهای عمیق است و هر لحظه و ساعت را چنین گفته معین میکنیم و شورای علما که هر آن تصمیمی که در هر سالی که برای 29 و یا 30 روز بودن میبرارن و مسئول این کار هستند در نزد هم خدا هم شریعت هر آن چیزی که شورای علما قراره که برآورد تصدیق کرد باید ما از آن اطاعت بکنیم زیرا که همین پیوستگی یکدلی در دین این پیوستگی همدلی ملت آورده میرساند و ما نیز خادمان دین خدمت دینی ما در برابر عبادت دینی را به جا آوردن همزمان برای وحدت ملی که وحدت در دین در مذهب این آورده به رخنه در وحدت ملی آورده میرساند پس باید در همه این قرارها یک دل یک زبان و یک قول باشه. بس سر آیت میگردیم خداوند در این آیت گفت که خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون همین گفت که فرض گردانیده شد بر شمایان همچنان فرض گردانیده شده بود بر امتان پیشین. یعنی این ضمن این آیت معین کردن ممکن است که روزه فقط برای امتان محمد علیه السلام نه بلکه روزه برای امتان پیشین از پیغمبران نیز فرض گردانیده شده بود. و دیگه قسمت آخرین آیت میگه که لعلکم تتقون شاید که شما با گرفتن این ماه شریف رمضان شاید پرهیزگار شوید شاید خداوند شما را در زمره پرهیزگاران و متقیان بنویساند چنانه که ما میدانیم متقی عام و خاص خاص و روزه هم نیست روزه عام و خاص خاص است. روزه عام آن است که انسان‌های هستن فقط با ترک خوردن و نوشیدن روزه را جنبست میکنند این روزه عام است. اما روزه خاص آن است که در برابر ترک خوردن و نوشیدن اینچنین از سخنهای لغو و بیهوده و دشنام و وقتا نیز پرهیز دارند که پیامبر علیه السلام میفرمایند لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. یعنی روزه فقط به یک ترک خوردن و نوشیدن کامل نمیگردد تا آن زمانی که ما در برابر از ترک خوردن و نوشیدن از سخنهای بیهوده و رفث و دیگر کارهای ناشایسته دست نکشید. فان صابک احد یک کس را دشنام داد او جهل علی یا بر تو جاه کرد تیز خیز فقول اینی صائم پس میگه اگر بر تو کسی جاه کرد تو را یا بر تو دشنام داد یا بر تو قهر غضب کرد تو در جواب بگو که من روزه‌دار هستم یعنی من از سخن لغو و دشنام و بیهوده نیز روزه‌دار هستم. و قسمت سوم از این روزه‌داری این روزه خاص است که روزه خاص انسان‌هایی هستند که با تمام جوارح وجود و بدن چه از چشم و چه از زبان چه از گوش و چه از دست و چه روزه‌دار هستند که این روزه را باشد
روزه خاص لبه. السلام علیکم. و علیکم السلام. بخشید یک سوال داشتم. مرحمت بگید. خب بفرمایید. دارو گذرانیدن مثال در ماه شریف رمضان تکانیدن یک دارو در بینی و دهان همین روزه را میرسه باشد. خب خب صحبت ما رو دوام میدیم. همین شنونده خود بیننده خود جواب گردانیم. دارو گذرانیدن در چشم و هم در فقه معاصر و هم در فقه جمهور، نظر فقهی جمهور، این شکننده روزه نمیگرده. این را مانند به سرما کردن که سرما کردن در ماه شریف رمضان اجازه است. اما دارو کردن در بینی و دارو کردن در گوش، اینجا یک اختلافی یک هست. اگر از نظر فقه معاصر بگیریم، اگر مادامی که گوش میگوید پرده گوش دریدن نباشد، دارو چکانیدن در گوش سبب شکستن روزه نمیگردد. و همچنان در بینی اگر داروی کم باشد چکانده شود، آن در قبضهای بینی جویده می شود، چون به دماغ نرسد سبب شکننده وضو نمیگردد. لیکن اگر آن لذت آن چی دارو اگر به دهان به دماغ برسد و انسان اگر آن را بیرون نکند، پس بالکل شکننده روزه حسابیده می شود. و اگر آن را از نفس بیرون کند، آن را شکننده نمیدانند. اما از نظر فقه، نظر جمهوری اهل سنت فقه جمهوری آن است که دارو چکانیدن در بینی و گوش سبب شکستن روزه میگردد و برای همین از احتیاط استفاده بردن خوبتر و بهتر است. خب اکنون صحبت ما رو سر این موضوعی که مسائلی که به طب معاصر داخل دارند ان شاء الله باز پایانتر خواهیم گفت. اکنون این روزه یک سری است بین خدا و بنده. اگر در دیگر عبادت ها یک انسانیت اگر مثال بگیریم در نماز یک از خود یک کمی اگر یارم اگر ممکن راه بدهد، اما در روزه این جای ندارد، چون که همه در ظاهر پیش مردم روزه‌دار هستند و در باطن این سیر است بین خدا و بین بنده و به قول دیگر سپر است این بین آتش دوزخ و بنده. لبای گوش دارم. سوال داشتیم. خب بفرمایید. همین زنان از جمله چین لطیف هستند. خب در خودن روزه نسبت به مردان یگان سبکی یگان چی دارن؟ در اسلام یگان چهاردگی هست نسبت به همیان. خب مایل از رحمت سلامت. البته لبای سلام علیکم. و علیکم السلام. قومای محترم، ما شهروند همی شهر دوشنبه یک سوال داریم. خب گوش میکنم بفرمایید. همین ناز کشیدن در رمضان درسته؟ خب مایلش اینا بنابرای جواب میدادیم. مایل رحمت. اولا با سوال اولی جواب میدیم که همین دارو که زن که یک جنس لطیف است آیا در ماه شریف رمضان برتری نسبت به مرد داده می شود؟ آره. اولا این که زن را اگر در برابر آن مرد که در برابر مریضی و سفر بودن و در برابر آن سبوکی که برای پیرمرد و پیرزنی که به سن سال معین رسیده، این چنین برای زن برتری در آن داده می شود که اگر طفل شیرخوار و یا اگر
در بطنش طفل باشد که خوف از آن طفل برای ضرر دیدن یکم اجازت خوردن می‌دهد. و دیم برای زنان که حالت یک شرعی گفته همچنانی که در بالا گفتیم حیض و نفاس است. حیض این عذر زنانه است و نفاس گفتیم بعد تولد تا 40 روز نیز که چیله میگویند چیل میگوییم سبکی داده است که در این حالت ها حکم حیض و نفاس اینه که یمنع الصلاه و صوم و الوتر. حکم حیض این است که منع میکنند نماز را، منع میکنند روزه را، فیقضا هو لاهیه، بس قضا میدارد صوم را و نه صلات را. در این حالت ها اگر که زن به این کسای عذرهای شرعی که اگر رو برو شد او نماز رو نمیخونه، روزه رو نمیگیرد، بعد از اون روزه رو قضا میدارد و نماز رو نه. سوال بنیان میاد که اگر هر دو عذر شرعی باشند پس چرا نماز رو قضا میدارد و نمیدارد و روزه رو قضا میدارد؟ این آن سبب است که یکم اینکه همین نماز دائمی هست. اگر زنانی هستند که 15 روز پس به این عذر زنانه مبتلا میگردند، بنابراین برای وزمینی نآمدن با اینجا مهربانی خداوند است و نماز را قضا نمیدارند و روزه که اصلا در یک سال یک مرتبه است و همین سبب آنها روزه را چه قضاش را میدارند. و قصه ها هم هست که وقتی که میگوید آدم علیه السلام مادرمان عذر زنانه شدن ماهی وقتی که نماز بودن از خداوند پرسیدن، خداوند لبای سلام علیکم. و علیکم السلام. دانش یک سوال داشته. خب بفرمایید. من مقصد سحر خیزک میخواستم بخیزم، خواب دمانده مقصد همه افسری در چیکار باید کرد؟ سحر خیزی میخیزید در خواب مقصد خواب دمانده نتونست میخواستم. شرح میتونم. مایله اکو سوالو رو میخوام کتاب بنمایم. بعد میگد آدم علیه السلام از خداوند پرسید، پروردگار اجازه دادن که نماز رو نخونه. پس میگد وقتی که همین واقعه در ماه شریف رمضان آمد، آدم علیه السلام به قول گو که مادامی که پروردگار نماز را اجازه نداد خواندنش رو پس روزه رو بخور. و قولی که با اون که یکی به فرمان الهی شد و دیگری به فرمان آدم علیه السلام، بنابراین یک جزا بگیم اگر برای مادرم و حوا بود که نماز را دیگه قضا نداشتند و امر که روزه را قضا بدارند. مسئله سوال دادن که ناس البته وقتی که یک چیز را چشیدن اگر کراهیتی داشته باشد، یک چیز را در دهن بسیار نگاه داشتن کراهیتی باشد، یک چیز را به معنی مسواک به مثل مسواک بسیار خواندن کراهیتی داشته باشد، پس ناسی که آن حتما به لعاب بدن آلوده میگردد و رفتن آن به حلق از بیرون نیست، پس حتما آن شکننده روزه است و روزه را قضا باید داشت. حتی در بعض قولا بسیار با سخت‌تر میگیرند که کفارت میگه، اکثر قولا بدان است که ناشکننده روزش و قضا اون رو باید داشت. و دیوم سحرخیزی، اگر انسان سحرخیزتن این از سنت پیامبر علیه السلام است. اگر چند میگه باید قلت آب هم باشد. دیگه اگر مشکلات سری اون باشد که انسان سحرخیزی کرد با گمانش اینکه صبح ندمیده است، بعد از اون معلوم شد که صبح دمیده بوده است، یا که بگاهی خیال کرد که آفتاب غروب کرده است، چیزی را خورد، بعد از اون برای اون معلوم گردید خلاف یا که هنوز آفتاب غروب نکرده است. در این حالت ها روزه او فاسد یعنی میشکند و قضایش را میدارد. اکنون اینجا یک سوال دیگر آمده است، شیخ فانی کیست؟ شیخ فانی انسان هایی که به سن سال پیری میرسند و قوت قدرتی روزه داشتن را ندارند، آنها را شیخ فانی میگویند. که چی پیرمرد معنی لغوی یک پیرمرد و یا پیرزن فرتوتی که قوت قدرتی داشتن ندارند، آنها
خداوند اجازه داده است، روزهشان را میخورند، این جایز است خوردن روزهشان. و فدیه آن را که امسال همچنانی که اینجا ما خواندیم آورده معین کردن، فدیه آنها برای یک روز 16 و برای یک سال برای یک ماه 480 سومانی است. لبیک. سلام علیکم. و علیکم السلام. حضرت شما خوبین؟ الحمدلله، خدا را شما سلامت باشید. الحمدلله. کاری که شما میکنید بسیار کار خوب است. با مردم تاجیک و تمام تاجیکستانیان واقعا اسلامی پاک را ترغیب کردن و نشان دادن هر گونه رحمت سلامت آخوی درست مردم را باز داشته اسلامی ناب را و مردم تاجیک یاد دادن. بسیار کاری پر از ثواب، پر از برای همین تشکر به شما و به مرکز اسلامی تشکر. سلامت باشید. من یک سوال داشتم در مورد سوالی من چنین است که آیا همین روزه‌ای که قضا کرده می شود خب همین روزه قضا شده را البته و در وقت زمانی قضا شده باید داشت یا اینکه نه؟ خب تشکر. وقت انسانیت وقتی که می شود که حالتهای می شود حالتهای اضطراری و حالتهای عذرناکی، وقتی که روزه را قضا میکند، مثلا وقتی که در تابستان روزه را قضا می‌دارد، روزه را قضا میکند، شرط نیست که او در وقت معین گردیده باز در تابستان آن روزه را قضا بدارد. هر زمانی که برای او آسان و میسر میگردد، امکانیت میگردد و در همون وقت او روزه را میتواند قضایش را بدارد. و شرط نیست که اگر مثلا 10 روز قضا کرد 10 روز را پیوسته بدارد، میتواند کدام روزی که برای آن موافق است آن روزها را بدارد. اما در قضایی را به تأخیر انداختن خوب نیست. یک ابیات است که چون شود فردا گویم ترک این سودا کنم، چون شود فردا امروز را فردا کنم. انسان در ادا کردن قضایی از ماه رمضان نیز باید تعجیل بنماید. خب اینجا یک سوال دیگر آمده است. اگر 10 روز روزه گرفت بعد از آن بیمار شود، در این حالت چیکار میکنه؟ اگر انسانیت 10 روز روزه گرفت و بعد از آن بعد روزه به قدر صحت و اقامتیش نظر میکنه، اگر 10 روزی روزه را خورد، اگر 5 روزی آن را زنده ماند، زندگی کرد و باقی از دنیا گذشت، این با فدیه قضای 5 روزه فدیه 5 روزه را میدهد. و اگر 5 روزی که آن دریافت نکرد و از دنیا گذشت، میگه پروردگار او را میبخشد، شاید که اگر 5 روز دیگر عمر میدید این روزه را او خود میداشت. خب لبیک. الو لبیک. سلام علیکم. و علیکم السلام. امین. الو گوش داریم بفرمایید. دولت برای قضا سالگی بتواند بگیرد. از نو سنگزنه آوازتون خوب شنیده نشید. همین از سالگی میتواند که خب میگه صحبتمون رو ادامه میدهیم. پدر میگه گفتیم این روزه اکثر از بین خدا و بین بنده. میگه پدر پسر خود را تعلیم میداد که ای پسر هیچ وقت دزدی مکن، هیچ وقت برای کج نرو، خداوند را حاضر و ناظر بدان. خداوند در همه جا این بینا و شنواست، همه اعمال تو را میبینه. روز میگه پدر از نزد باغ میگذشت که ناگاه نظرش به یک باغ پرسیب افتاد و پسر را در راه گذاشت. گفت پسرم تو نگاه کن، کسی بد این ما را نبیند تا من از این سیبا چندی بچینم و در راه سفرمون را ادامه بدهیم. وقتی که میگه این پسر که از نصیحت‌های خود پدر میشه که خداوند در همه جا حاضر و ناظر است، وقتی که پدر دست را به سوی آن سیب برد، پسر فریاد کرد، گفت دی. دیگه پدر به اطراف نگاه کرد، کسی را در اطراف ندید. رو سوی فرزند کرد، پسر کرد و گفت کی دی؟ کسی نیست. گفت خداوندی. پس این همه اعمال
ما را که داریم خداوند چه می‌بیند و برای روزداران خداوند که در لب دسترخوان با لب‌های خشک می‌نشینند و افطار می‌نمایند، پروردگار میگوید همه حجاب‌ها را دور می‌کند و با نظر رحمت به آنها نگاه می‌کند. بعد میگوید روز قیامت در موافق همین آمده است که اهل سلف که پروردگار میگوید خب بفرمایید. سلام علیکم دامبر عزیز. و علیکم السلام. واقعا شما یک برآمد خیلی عجیب کرده است که مردم رو این ضرور است باید از همین رکن‌هایی که روزه می‌دارند از آنها باخبر باشند و بفهمند که روزه گرفتن چگونه باید باشد، از همه آن نازکی‌های این باخبر باشند. واقعا متشکرم می‌گویم و سلامت باشید. ما از شما می‌نداریم که در علاقه هستید. چنین یک برنامه‌ها را راه اندازی می‌کند. سوال من حضرت الله همین است که چگونه وقتی که انسان تبابت گرفتن با طب امروزه یعنی به مثل مز، کلیزما یا سویچه ماندن از راههایی که آدم ها استفاده میبرند آیا سبب شکستن روزه میشود یا نه؟ رحمت سلامت باشید. تشکر. خب طبی این معاصر این حالت‌های هستند که بعدتر در فقه حنفی در عالم فقه عموما پیدا گشتند. البته در اینجا سر این مسئله نظرهای گوناگون است و مانند سوزندارو و مانند خب حقنه کردن، کلیزما گفتم، و مانند شیاف که انا از ماندن شو ماندن، اینها و دیگر مسائلی هستند که مسائل طبی امروزه که اختلاف است. اگر مثلا بر یک سوزندارو اگر ما نظر بیافکنیم سه قول است. یک قول هست که عموما همین سوزندارو رو این سبب شکستن روزه نمیدانند و آن را مواد غذایی قبول ندارند و داخل شدن آن را از راه معتاد نه از راه دماغ نه از راه دهان میدانند و اگر میگویند برسانم از این راه داخل نشده است و جوف را که شکم جوف میگن و در جوف که نیز اختلافات است که جوف طب معاصر فقط معده و روده رو میداند و طب و فقه گذشتگان مراد از جوف این داخل بدن رو میداند و نظریه‌ای هستند که روزه رو میشکند و مثلا روزه رو بعضی میشکند و بعضی نه و نظریه است که بالکل شکننده روزه است. مجلس مجمع فقه اسلامی اون قسمت سوزنداروهایی که برای قوت و غذایی استفاده میدانند سبب شکننده میدانند و باقی سوزندارو را سبب شکستن روزه نمیدانند. و قسمت به مانند محمد الفتوا اینا هستند که اینها روزه سوزندارو و اینها را سبب شکستن روزه نمیدانند. اما فقه نظریه فقه جمهور اهل سنت این سوزندارو را سبب شکستن روزه میدانند و مراد از جوف این فقط روده و معده عموما داخل بدن را میدانند. و یک حدیث از حضرت عباس رضی الله عنه هست که عن ابن عباسی رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما الوضوء مما خرج والفطر فی الصوم مما دخل. یعنی هر آن چیزی که این رو حدیث اکثر علما حدیث صحیح گفتن، نظر فقهی اهل جمهور این است که هر آن چیزی که از بدن بیرون میگردد این سبب شکستن روزه است و هر آن چیزی که به بدن داخل میگردد این سبب شکستن روزه است. فقه نظریه فقه جمهوری اهل سنت گذشتگان
داخلی بدن فقط معده ورودن است، عموما داخل به بدن داخل شدن را قبول دارد. بنابراین آنها سوزندارو گرفتن را سبب شکستن روزه میدانند. اگر عمل کردن به فقه معاصر، اگر شرعاً یگان که بسیار دستاوردهای عمیق رسیدن، هیچ مشکلی نداره از نگاه شرعی، زیرا که این نظریه همین اجتهادی هستند، مسائل اجتهادی هستند. اما نظریه فقهی سنت جمهور اهل سنت این از بسیارتر در طاعت عبادت از نظر احتیاط کار میبرند و عمل کردن به نظر بنده به اون اولاتر است. و مز گفتیم، مز این در قبض‌هایی که ملحم میگویند در قبض‌های پوست جفیده می شود، به بدن نمیرسد، سبب شکستن روزه نمیگردد. و حقنه کلیزما کردن که گفتید این سبب شکستن روزه است. و شیعه که سبیچه میگویند این سبیچه هم از گذاشتن نیست، این سبب شکستن روزه میگردد. رحمت به خوب. برای همین اگر اصلا بگیم شخصانی که بیمار هستند، سر این مسئله کمتر روشنی میخواهم بیاندازم. شخصانی که بیمار هستند، خداوند در قرآن عظیم شانش آشکارا گفته است که استعوذ بالله و این کان مریضا او علی سفرین فعدة من ایام اخر. کسی که در سفر باشد یا مریض باشد، بس میگه در ایام های بخورد و در وقت دیگر میتواند قضای آن را بدارد. زیرا اینکه خداوند برای آدم سبوکی را میخواهد، نه برای انسان وزنینی را. از حضرت مولوی یک قصه است که میگن ملا سید بیگ گفتن شخص در بیمارخانه بیمار میشود و از حضرت میپرسند که ملا سید بیگ در بیمارخانه است، او سوزندارو میگیرد، آیا روزه او میشکند و یا نمیشکند، سوزندارو بگیرد و یا نگیرد. حضرت میفرمایند که مگر ملا سید بیگ دیوانه شده است، بیمار بوده است، در بیمارخانه بوده است، پس سوزندارو آن درمانهایی که دکتران میفرمایند بگیرد، روزه را بخورد و خودش را به عذاب گرفتار نکند. اجازه خداوندی است که یکی در سفر، یکی در حالت بیماری با آیت قرآنی آمده است، بعد از آن که سحر شد احترام روزه را به جا بیارد و بخورد و به جا بیارد و قضای روزه را بدارد. پس مادامی که انسانیت بیمار باشد، در بیمارخانه باشد، پس اجازت است که درمان بگیرد، اجازت است که سوزندارو بگیرد، روزه را بخورد، بعد از آن قضایش را بدارد. اکنون سری گفتیم که روزدار را دو خرسندی است. یکی در دنیا سر دسترخوان همین وای نشستن، سفره افطار نشستن، و دویم خرسندی این باشد روز قیامت با خداوند روبرو شدن است. و سر آن قصه بودیم که روز قیامت دسترخوان جنتی از اهل سلف روایت کرد که آراسته شده است و گروه از مردم در آن سفره شیشته می‌نشینند و میخورند و میآشامند و مردم اهل قیامت، اهل محشر میگوید اینا چه کسانی هستند که ما کنون در پی حساب و کتاب هستیم، هنوز حساب و کتاب خود را نداده و اینها باشند علاقه سر دسترخوان جنتی نشسته و از خوردن و آشامیدن برخوردارند. با آنها جواب میدادن میشود که اینها شخصانی هستند که در دنیا روزدار بودند. و به قسمت آیت 185 از سوره بقره می‌گوید که خداوند می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. اینجا پروردگار گفت که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه رمضانی که نازل شد در آن قرآن. اینجا آن اختلافایی که در بین مردم هست که گیا روزه یک روز بود، 2 روز بود، 3 روز بود، آراگون کردند و به خاطر در وقت آن روزا مردم ندانسته یک ماه روزه می‌دارند. همین آیت
همین اختلاف همین عقیده را رد میکنه، چون که پروردگار در این آیت فرمود شهر رمضان الذی انزل، یوم رمضان انزل نگو، روز رمضان یوم نگو، ماه رمضان گو. پس ماه رمضان که ماه‌های شرعی ما از 29 30 عبارتند، پس بالکل این عقیده را رد میکند و حتما 29 و یا 30 روز روزه داشتن است. و گو که انزل فی دوام آیت انزل فی القرآن و نازل شد در این ماه قرآن. از این آیت همچنین برمی آید که قرآن عظیم الشأن هم نیز در همین ماه رمضان نازل شده و در کدام روز این را ما به سوره قدر نظر می افکنیم که خب استعوذ بالله انا انزلناه فی لیلة القدر، هر آینه ما نزول کردیم قرآن را در شب قدر. شب قدر کران شب است. شب قدر در شب قدر البته اختلاف ها نظرها گوناگونند. اصلا بسیاری ها بر آن نظرند که شب‌های طاقی دهه آخر، روزهای 21م 23م 25م 27م 29م، اما اکثر علمای اهل سنت بر آنند که شب 27م شب خب لیلة القدر است. و همچنین باید تاکید نمود که در این شب لیلة القدر اگر در شب 27م قرآن از لوح المحفوظ به آسمان دنیا آمده باشد، این چنین 4 کتاب آسمانی از جمله صحف ابراهیم علیه السلام در شب اول، تورات موسی در شب ششم، خب زبور و فرقان و انجیل، همه این 4 کتاب آسمانی در همین ماه شریف رمضان نازل شدند که از بزرگی این ماه نشان میدهد. اکنون یک سری گفتنی هستم که ما همیشه وقتی که ماه رجب می در اومد، پیامبر علیه السلام یک دعا میکردن که اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ رمضان. خب حاضر الو لبای السلام علیکم ورحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو گوش دارم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. حضرت پاک خوبه؟ نفهمیدم. سلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم. آوازاتون شنیده نشید. آوازاتون شنیده نشید. جای خود رو عوض کنید خوبتر میشه. شبی میگو که اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ رمضان، که ای باری خدای ما را برکت بده در ماه رجب و شعبان و برسان به ماه شریف رمضان. و بسیار بندگان و بسیار امتان علیه السلام نیز دعا میکنند که پروردگار ما را به این ماه و ماه‌های دیگری شریف رمضان برساند. از طلحه ابن عبدالله روایت است که میگوید 2 نفر لبای آواز خوب شنیده نشید. میگوید 2 نفر یک باره آمدن نزد پیامبر علیه السلام ایمان آوردن و مسلمان شدن. یکی میگه در جنگ ها در یک از غزوه شهید گشت و دیگر 1 سال دیگر عمر زیادتی دید. طلحه میگه رضی الله عنه که میگه در در جنت ایستاده بودم همراه آن 2 نفر. لبای لبای السلام علیکم. و علیکم السلام. عادت مسلم باشه بوی دومر قول دید. ما رو بفرمایید. بوی دومر همین جو سالا بعد عجب دیدم کنه ما در راستیگر سوالتون رو فهمیدن نتوانستم، برای که علاقه هم خوب نبود. بار دیگر تکرار کنید، بهتر زنگ بزنید شاید بشه. من قصه را این ذکر به آخر میخوام برسم. بعد میگه
هر دو یک ایمان آمدن، یکی در غزوه شهید شد و دیگری باشد 1 سال عمر زیادتی تو. میگه طلحه رضی الله عنه که در جنت همراه اون 2 نفر ایستاده بودم، ناگاه شخصی از جنت بیرون گشت. اول اون مرد را که 1 سال عمر زیادتی بود به جنت خواند، بعد از آن شخص دوم را که در غزوه شهید شده بود. بعد از آن میگه لحظه گذشت و هر دو از آن در جنت بیرون گشتند و مرا گفتند که حالا فرصت وقت آمدن شما نرسیده است. طلحه میگه از خواب بیدار شد، این خبر را به مردم رسانید و میگه اهل اصحاب نزد پیامبر علیه السلام رفتند و مردم متحیر ماندند که برای چی اون مردی که در شهید شده بود در غزوه یکم آن به جنت ندار آمد و برعکس اون مردی که 1 سال عمر زیادتی دیده بود. میگن چون به نزد پیامبر علیه السلام رسیدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند آخر چی جای تعجب است؟ اون مردی که 1 سال عمر زیادتی دید 1 سال نماز خواند؟ گفتند آره. 1 سال روزه گرفت؟ گفتند آره. 1 سال خدا را زیادتی سجده کرد؟ گفتند آره. پس گفت فرق میان آن شهید و آن مردی که 1 سال عمر زیادتی دیده است فرقیت از زمین تا آسمان است. این است بزرگی یکی از ماه شریف رمضان را دریافتن. برای همین هم مردم ما دعا میکنند که پروردگار ما را از ماه به ماه دیگر برسان. و من همین قسمتی کسی که میگه لبای لبای بفرمایید. وقتی که میگه کسی که با آمدن ماه شریف رمضان خرسند بگردد با رفتنش غمگین بگردد، هر آینه میگه درهای جنت وجب له جنان، درهای جنت برای او در آمدنش واجب میگردد. ما وقتی که قسمت آخرین رمضان میرسد ما هم شادی داریم و هم خرسندی. ما هم شادی داریم و هم خرسندی. شادی ما و هم غمگینی اندوه داریم. غم و اندوه ما از آن است که با این ماه بزرگ ما خیر خوش می نماییم. و لبای سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. حضرت عمر علی سوزه سلامت. شکر الحمدلله سلامت باش الحمدلله. شما خدا نگهبان باشه. خب بفرمایید. همه رنجور همه رمضان در دل تیپ موندگی هم همون روزه گرفتن جایزه یا که چه روشنی میدوختن؟ بیمار هستین درستی تکرار کن؟ در دین خلافه دین دا تیپ موندگی هم تیپ موندگی هم نفس گیری دوستان چیه همین رمضان دا روزه گرفتن درسته یا که نه روشنی میدوختن؟ خب اگر به این مسئله بیماری را گفتیم که خداوند اولا فرموده است که استعوذ بالله و این کان مریضا او علی سفر، که برای کسی که مریض باشد و بیمار باشد میتواند در وقت دیگر اون روزه را بگیرد، روزه را بخورد. و شما با همان دکترهایی که شما را جراحی کردند از شما در نزد آنها طبابت میگیرید، از آنها پرسید که اگر آنها شما را اجازه با گرفتن روزه بدهند شما بگیرید. اگر آنها بگویند که نه تو قوت و قدرت نداری و روزه به سلامتی سبب زیادشوی بیماری تو میگردد، شریعت اجازه و جایز است که شما روزه را بخورید. بعد از آن غذایش را انشاءالله خواهید داشت. پس اگر غمگینی ما گفتیم غمگینی ما از رفتن ماه شریف رمضان باشد، خرسندی ما از روی چیز برای چیز برای شما دسترخوان ایدانه درست میکنیم، برای چی شادی خرسندی میکنیم؟ آیا که انسان یگان ختنه سور دارد؟ نه. یگان توی دامادی و عروسی دارد؟ نه. یگان روز تولد دارد؟ نه. این خرسندی ما از روی چیست؟ این خرسندی ما با آن خاطر است که ما یکی از فرضهای الهی، یکی از رکنهای اسلامی را به جای آوردیم و خوشنودی در این ما، خوشنودی پروردگار،
خوشنودی قرآن، خوشنودی اوراحان را خوشنود کنانیدیم و این مبارکی ما آن پرورده های جنایی که کرامن کاتبین بالای ما آغاز کرده بودند، خداوند از برکت این ما آنها را سوزان نیست کرد، نابود کرد، نابود کرد. پس این همه خصوصا دی ما مبارک بودی ما چی؟ مبارکی مغفرت گناه ها، مبارکی خوشنودی رحمان، مبارکی خوشنودی پیامبر علیه السلام، مبارکی مغفرت گناه ها. و این همه چای ما از روی چی است؟ همه این مبارک بودی های ما به همین خاطر است که یکدیگر را تبریک تهنیت میکنیم و با همین جنبه است میکنم که ای هم ماه قدر هم ماه سیاه، فیض انوارت گرفته خاص عام، سایه افکن بر سرم روز قیام، الوداع ای ماه رحمت الوداع. وعده اول بیامد رحمتت، اوسطت گشته بیان مغفرت، ساعتت دیده خلاصی آخرت، الوداع ای ماه رحمت الوداع. با زبان حال میگوید به ما، میکند هر ساعت بر ما نگاه، جهد سازید پاک گردید از گناه، الوداع ای ماه رحمت الوداع. عرضتان را سوی رحمان میبرم، ناله های مستمندان میبرم، ناله های این یتیمان میبرم، الوداع ای ماه رحمت الوداع. گر روی با درگه آن پادشاه، عرض کن از بندگان پرگناه، لطف بین ما تا نگردیم رسیا، الوداع ای ماه رحمت الوداع. حور عین پرغم شود از رفتنت، رونق بدر کم شود از رفتنت، تاب خورشید کم شود از رفتنت، الوداع ای ماه رحمت الوداع. و در اینجا مسائل های اعتکاف، مسائل های خواب نماز تراویح و مسائلی که وابسته به روز سعید فطر هستند، انشاءالله این برنامه ما دائمی است. میتوان با علمای دیگر در صحبت شما قرار دارند، این مسئله را برای شما بزنند. و در آخر به خاطر تنجی و امانی سیری پوری و به خاطر که هر سال در عرفه و در انتهای ماه شریف رمضان سرور دولتمون ما را به اینها تبریک مبارکباد میگوید و برای ما همیشه خانه آبادی صلح و صلاح و تنجی و امانی و استقلالیت پایداری استقلالیت دولت را میخواهد. ما این توصیه هایی که سرور دولت به ما میدهد، ما خادمان دین در برابر همین خدمت های دینی باید خدمت های دینی ما و مذهبداری دینی ما باید با وحدت ملی ما مساعدت بنماید و همیشه صلح و صلاح و تنجی و آبادی پیشرفت و ترقیات تاجیکستان و تمام جهانیان را از درگاه خداوند آرزو دارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.